اکای بابا جون اینجا که میرسیم به سوال جدی. خب نسبت خودت گپای اکا. بله نسبت خودت گپای، نسبت خودت گپای، امی گپ چپای خلاصه. یعنی توجه من میدونم کمبودی ای. بله نسبت گپای اکا. اینجا بله. که ما مقصد که بعضیا نوشتن که خیلی سیر پنهان کنن. البته من یک عادت دارم که هر کسی که کمبودی کرد، کمبودی را اصلاح کرد، ما او سیره او را پنهان میکنیم. من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا و الاخره، طبق حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. خاصتا برای خودت وقتی که آدمی که در گذشته خدمت کرده بودی خاطربینی زیاد است. لیکن اکا وقتی گپ برآمد ما دیگه از من ناراحت نشو، ما باید از خودت بپرسم همیرا. بله نسبت خودت اکا گپای، نسبت خودت گپ چپ زیاد شده. همین زبار ده همین پولی که هست، آیا خودت در همین مدت فعالیت چی کمبودی ها داری؟ لطفا نکه خاطر خدا را دیده گپ زاکه. ما از خاطر خدا گپ میزنم. انا مرد این چنین میشه که سخن میته برادرواران چین برمدن گپ زدن گپ چپ زیاد کردن. نگاه کنی خلق عزیزم، برادران مهربانم میدونی یا خیلی زفت داری یا خیلی گپ چپ داری. من 2.5 سال شد تعریف نشوه که تاج مسلم میدونه که سخن ایو برای من لذت. این ببینم در کانال ما میسته. نه مقصد مشکلی نداره. مقصد از اینکه 2.5 سال من در شما خدمت کردم، در مرد زن کم پیر ده هم من نمیدونم. من برای ملتم والله قسم جون من میتیم. اما بدونه که واژه گپ چپه که تاجیکان هجومای فلانجا هوشید دیش تاجیکان هجومات دیمی فوریه هوشید که دیمی فوریه این مقصود نبود. تاجیکان هجوما برادرای بودن که در این کار مقصد به مسجد کاری ندونن، خوش نیستن. من با ما مراجعت کردن، من در همین راه برمدم. تاجیکان هجوما خودم یک طرف گذاشتم، برادرای ایدم زندگی شدن کار کردم، من در راه مسجد کشیدم. من الله شاهد برای مسجد ملتم باز میگم 2.5 سال تمام کار کردم، شب و روز خدمت کردم. باید یار قدر کنن برادرایی که مادر مردگی مادر دشمن کاری چی حقارتای کاری رحمت بر پدر تو که شما نادیده دیده درم که خطاکار هست اما اهل خیانت نیست. همین دقت بفهمید. مادر دشمن کاری پدر از بخشش میپرسم اکه مسلم اکه عبدالوهاب اکه عبدالله احمد نظری من مادر پدر اینا رو مقرر کردم که شما اینو باجو کاری شده یا باجو نکردن یا مخمه خصوصا اول حقیقت بعض کمبودی رو بیاره باید برطرف کردن. برای احترام برمدن این کار نیست. وقتی برمدی باید حقیقت بگم. من الحمدلله احترام تا همین روز در همین راه صفان و ندروس اکه احمد میرا دید چه مشکل 400 کیلومتر در خانه تنگ رفتم اومدم. همون سال ان شاء الله میگم از اون علی همه کار کردم. خطاگی به خطا پروردگار من خطا از من گذشته، من مردم میگم خطا گذشته. حالتی که سوم جمع شدگی الحمدلله زمان ایستادگی 14 میلیون چند کردم 14 میلیون ما خیانت در مال مردم نکنیم بگیریم یگان چی بریم. در حالتی که سوم جمع شد ما بعد وقت مشکلاتی بود، بعضی مشکلات خودم بود گفتم به از همین مشکلامو چیکار کنم بگیرم همون سوم در زمین سر همون سوم بگیرم کمی دارو بخرم. وقتی که دارو خریدم فروختم با برزیو در کل سوم مسجد بودم تا که زندگی خودم من 3 فرزند دارم. همین کار از سری من زده برای همین جامعه خاورا تاجیکستان جامعه تاجیکستان احکام بابا جان یک مینوت یعنی همو مسئله که مردم میگن که تو همو دارویی که در تاجیکستان جامعه هست ای کلی مسجد گرفته گیه. نه همش نیست. یک مدت یک قسم نسبت که برطرف شد یک 3% مونده که ان شاء الله یعنی برطرف یا مسئله رو واضح‌تر کنیم، مسئله واضح‌تر شوه خیلی. بله. یعنی اکای بابا جان یعنی خودت از حساب همین پولی که برای مسجد مردم داده بودن از حساب همین پول رفتی مثلا یگان یعنی دارو خریدی؟ بله دارو خریدم موندم فروختم در جاش واسطنویز کردم الحمدلله. قسمش مونده که یور روزه نزدیک برطرف میشن تمام. همین تاجیکان هجومای قور بالا هیچ هوی نشده. تاجیکان هجوم از مهنت حلال برادرای خود جوشیدن. من خودم ماشین اکای بابا جان ببین ده خودت الحمدلله که مسلمانی اهل فهمی یک دقیقه بیست من چه سوال ها پیش میاد. یعنی از دیدگاه اسلام اکا وای مالی که مردم دادن لطفا در بین نداره ما گپ بزنم. از دیدگاه اسلام خودت وکیل مردم هستی. مردم موکل هستن. مالی که برای مسجد دادن اینا مهاجران اکثر این مهاجران به زحمت این پول جمع میکنن. و این پول وقتی ما مسجد گفتن به خاطر خدا دادن. این مال تبرع است. شما وکیل مردم هستین.
شما بدونی یعنی به اجازه ای موکل یعنی مردم حق تصرف در اون مال ندارین. شما حق ندارین که دارو بخرین یا اینکه من بخرم اینجا بفروشم با فایده بیشتر شه بود مسجد کمک کنم. این تحلیل چیزای خطا یعنی خودت اکا این اجازه کار نداشت. این اشتباهات شید این کار شید من از یگان کس فتوا هم نبود یگان گپ چپ زیاتی هم نبود هیچ سه اشتباه شید اشتباه مردک بر این باید بگویم کار شدگی بود همین کار شید برطرف شید الحمدلله استادکش هم برطرف میشه. یعنی همین فتوا گفتید نه فتوا گفتید چی گفتی بخشش گپ چپ کردن فتوا دادن گپ چپ هیچ کار نه فتوا دادن نه چی همین اشتباهات از طرف امام بود گفتم میگیرم میخرم با افراد در جوش میمونم مغز برزیاتی تا که من هر روز در هفته اومده هستم یا درآمد به زندگیم شو همین کار بود این اکاجون یعنی بسیار واضح روشن کنیم یعنی خودت از حساب همون پولی که در مسجد برای مسجد مردم دادن رفتی دارو خریدی تا اینکه فروشی فایده کنی همین خیلی بله فایده کنم با فایدهش برزیات با دستومی مسجد اون عقیده این خدمت با یگان کس بول نبری نبیورش که قانونی این فکر خدمت یگان کس اینجا فتوا مفتوا یگان چی دودگی نیست این همین قدر بود. بله مثلا فتوا هست که گویا بعضیا فتوا دادن خیلی گپا برآمدگی بود. نه هیچ فتوا مفتویش این گپ چپ زیاتی نه لیکن خودت نادرست است. من واضح روشن برات میگم خودت وکیل مردم بودی مردم پول روان کردن وظیفه خودت تنها این بود که کم از زیاد است به همون پول باید مسجد تیار میکردی. ببین الحمدلله 14 میلیون زیاد پول با این پول آزاد میشه و اون مسجد رمون کردن ضرورت نبود. این کار اکا کاری نادرست است. این کاری نادرست بود. مقصد حکم باید گفته شود. مسئله دیگر آیا در همین کاری که کردی خودت خیلی چند بار تکرار کردی ولی من جداگانه با میپرسم کسی از رفیقات از مردمی که اول با تو در زباری خریدن مسجد در دیوم زباری که کرده برای رمونتای مسجد از رفیقان و دوستات کسی با تو یعنی اکای بابا جان فقط ای خدا بترس از هیچ کن نترس از مخلوق نترس فقط از خالق یگانه بترس. آبروی انسان به خونش برابر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کل مسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. هر مسلمان بالای مسلمان دیگر حرام است چیزش مالش دمش یعنی خونش و مالش و عرض و ناموس. آبروی تو آبروی من آبروی ابو محمد که اینجا 6 تا روبرو منمی برادر که من در کارهای خیریه همین برادر راهبری خودم میدونم همین برادر و همین برادرها دیگر همه با دوستایی که هستم از برابر به خون شونه از هیچ کنه ترس. من واضح روشن برات میگم آیا کسی تر در همین کار مجبور کرد یا راهنمایی کرد یا مشوره داد از همکارات از رفیقات در همین کاری کردگی از پول مسجد دارو گرفتی و خواستی که فایده کنی با فکر خودت که با مسجد کمک کنی یعنی همین کار دا کسی با تو در همین تجارت یعنی بگیریم شکل اگر چی تجارت نیست زیرا الله در قرآن میگه احل الله البیع الله بیع حلال میدونه این کار شما حلال نبود. در همین کاری که شما کردین کسی در همین کار با خودت هم فکر هست یا کسی مجبورت کرد که امروز خودش قفا کشیده است خودت تنها در میدان موندگی کسی هست اید با تو؟ نه هیچ کسی خودم تو چی دا میخندی کسی هست تو خی نه هیچ کنیست خورجان خودم تو هم در همین کار همش از طرف خدمت اما خطاگی گفتم که این فکری خدمت فلاکت هستم فکری خدمت بود که این اشتباه برمد گرفتم اصلاح کردم الحمدلله. یعنی اون کس با همکار نبود. اکا عبدالوهاب یعنی در اینجا یک چیز ما وقتی که من ویدیو گذاشتگی هستم من درباره بابا جان یگان ویدیو گذاشتگی نیستم و او ویدیو اخیرانی که من موندگیم یک کاری خیر مقصد یک برادر خیرخواه بود همین خیلی مقصد وسواس میشه شیطان وسواسش میکنه نو غلبه میکنه و او سوم همون خیریه را زیاد میگیره و استفاده میبره یعنی باید کسل میشه مار میشه خودش هم این درباره این نبود الله شایده یک استوری خودش داشت یعنی بسیاری برادران میگن که همین بابا جان شما یعنی قپیدن بگیم که چی کردنش یعنی آدمی خطانه ای همین شما سون فایده گرفتگی نه به همین خاطر خپین در این مسئله چی میگو بابا جان؟ ایروی الله گفت زن برادر عزیز یک گفت میگو من هم بالاتر گفته بودم که برادرها شخصی هستند که ما بین خودمون گروه داریم اکه از مسلم راست میدونی اکه عبدالوهاب میتونه فقط هم بود که فقط حرکت میکنیم روی حقیقت بریم
تو حاضر ما را نصیحت میکنن نبرو خیلی در این کاری که ما کردیم اشتباهی که از ما گذشته مردکا خوش میشن این گپا دروغ نسبت برادرات تحمل نکنی از خدا بترسی من دودر یا هستم الحمدلله اما در این کار من یگان کس خوش نیست باز میگم تکرارم شه اکا عبدالوهاب اکا تاج مسلم اکا حبیب الله آیت الله منصور شیر علی عبرت الله هیچ که در این کارو خوش نیست اکا احمد از خدا بترسی هر کس تحمل نکنی برادر یک چیز دیگه بابا جان همین سومی که در دارو و در چیزی که مثال استفاده بردی برای فکر خودت خیلی منفیتی مسجد یعنی زیاد کردن همون سوم برای فایده مسجد شوه و یعنی همین سومی که گرفتی در اونجا استفاده بردی حاضی برقرارش کردی الحمدلله اگر دروغ نگم 85% برقرار کردم ای سبب گرم بودن اصلا شغل موندگی روزهای نزدیک ان شاء الله برقرار کرده میشه ان شاء الله یعنی 100% با باوری فقط در ان شاء الله مردم من نگرفتم ولی ایدو نگرفت بعد این برقرار میشه بابا جون نخم مثال جا برادرها هستن که میخوان بفهمن حقیقت و ما نمیخوایم که حقیقت اون یکه نگه برقرار روزای نزدیک میشه و حرکت میکنیم ان شاء الله گفتیم که بر زیاد برقرار شه و کاری مسجد ان شاء الله به سری بلند به انجام برسه برادر این یگان جای شکش و پش نیست اچوت سپوریده میشه یعنی یگان چی میگم مشکلی که من در وقت ویدیوها میگفتم یا حیات اکای تاج مسلم ان شاء الله اچوت میسپوره وقتی اکای تاج مسلم گرفت و ان شاء الله با همون دلیل فقط با تویا میخوشه حساب میکنه مشکلی در این ندارم من روز اول در مسجد بود تو اخیرا میره این گفو حقیقت هستن حقیقت دارم تمام